من همین رو گفته میتونم که من حلقه زیاده از 10 سال می شود که یعنی از روزی که با استعفا رفتن من از وظیفه مشاور کلان پرزیدنت اوید با سیاست حقوقی نسبت من یک نظارت مخصوص در مقامات حفظ حقوق وجود دارد. برای چی؟ برای اون که یکمش که اون پرزیدنت شد که آدم با استعفا رفت یعنی بر ضد حاکمیت دولتی برآمد کرد. دویمش که من دویم یک گپ حق گپ میزنم و از روی که قانون شکنی است اون رو هر دویم آشکار میکنم و سومش این است که مقامات دولتی خصوصا مثال گرفتیم پرزیدنت امروزه از اون عملی که خودش بر ضد مثال کانستیتوسیا با میان آورده است البته ترس و هراسورت و البته یک اینستینکت خود حمایه رو دارد. برای این البته سپارش میدهد که یگون پروفیلاکتیک یگون چاره بینی کنید که ظاهر دهان خود را برقرار. یعنی شما فکر میکنید که این تظاهرات اگر گوییم که در همون شتاب کاری شما بود این از با سپارش مقامات بود؟ اکنون اینا با سپارش مقامات گفتن خودش علاقه نادرست میشد برای که سپارش داده میشد یک دفعه لیکن اینا با کدام واسطه ها با استفاده کدام اصول ها عملی میگرداند این البته اجرا کننده وابسته است. من فکر میکنم که اجرا کننده این کار این مثال مقامات شهری کمیته امنیت یا که مثال مقامات شهری وزارت کارهای داخلی. تشکر. استاد ما یک چی پرسیدم که وقتی